به نام خداوند بخشنده مهربان. در دهه مبارک قرار داریم. شب‌های با برکت، شب‌های نیک، شب‌های خیر، شب‌های عافیت و سلامتی است. بعضیا خواهش کردن که درباره سوره قدر صحبت کنید. ما که چند روز قبل در افیر در اینستاگرام و در یوتیوب کمتر تفسیری از جزئی تبارک رو گذاشته بودیم. بعضیا التماس کردن که سوره قدر رو میگفتید چی میشد که در این شب و روز شب‌های نزول قرآن است و شب‌های قدر هم در پیش است، چی میشد صحبت در اطراف همین چیز میشد. ما اجابت کردیم و شروع میکنیم با تفسیری خیلی مختصری سوره قدر. سوره از 5 آیه عبارت است. سوره در مکه نازل شده است و بعضی هم گفتن که اولین آیه که در سوره که در مدینه نازل شده است همین سوره است، لیکن قول راجح این است که این سوره در مکه نازل شده است و نامش قدر است. یا نام دیگرش لیلة القدر است، یا نام دیگرش سوره انا انزلناه فی لیلة القدر است. خب سوره شروع میشد با جمله یعنی که با کلمه انا، یعنی اینجا الله تعالی با جانشین اینجا شروع کرد و وقتی گفت که انا ما، یعنی که الله تعالی میخواد که عظمت و یعنی که عباره تعظیمی رو نسبت خودش استفاده برد، عباره که بزرگی الله تعالی رو برای ما بیان میکند و گاهی میشد که این عباره یعنی که همین کلمه این استفاده میشد برای خاطر منت گذاشتن و نعمت خود را برای بندگان یادآوری کردن. گاهی میشه که الله تعالی این عباره رو استفاده میره برای خاطر برای بندگان، یعنی که از بعضی ظالم ها انتقام گرفتن، یعنی که این از همون روش جمله فهمیده میشه و معلوم میشه که الله تعالی هر چی که میخواد اجرا کند، هر چی که میخواد عملی کند توسط اون فرشته‌های مسخری که اونها رو وظیفه‌دار و عهده‌دار کرده است، توسط اونها در روی زمین و در آسمان ها الله تعالی آن را پیاده میکند. و همین الله تعالی میخواد برای ما سرچشمه قرآن را، مصدر قرآن را، از کجا آمدن قرآن را برای ما بیان کند. میگه که انا انزلناه، یعنی که اینجا میگه که ما، یعنی که وقتی گفت که ما، یعنی الله تعالی که سرچشمه قرآن من هستم، یگان انسان نیست، تا محمد صلی الله علیه و سلم هم نیست، جبرائیل هم که برای پیامبر پیام میارد وای هم نیست، بلکه من هستم که قرآن را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کردم. یعنی میخواد گفت که سرچشمه قرآن من هستم. ببین اینجا اینا با جانشین توکید آورده شد، با تأکید که ما، یعنی که دلالت بر عظمت فراوردن این کتاب است و تو اینکه شنونده احساس کند که این کتابی بزرگ است، کتابی عظیم است، یعنی که نیرو و کمال و فضل الهی رو برای بندگان گوشزد کردن است. و اینجا همین جانشین بازم یعنی که اش نازل کردیم، ما نازلش کردیم، یعنی که ما آن را، یعنی که همین جانشین آن را، جانشین آن دلالت بر چی میکند؟ بر قرآن، یعنی که قرآن باز میگردد. گرچنده که در بدایت سوره درباره قرآن هیچی گفته نشده است، یعنی که خود همین اشاره کردن به جانشین توسط همین جانشین آن، یعنی که اش دلالت بر آن میکنه که قرآن همیشه در ذهن شنونده ها بود. اینکه یکمش که این قرآن چه بزرگ است و دومش که احتمال اینقدر که مردم گیج کردن نبود اینجا، چون که همین که کلمه آن رو شنیدن مردم درک میکردن که قرآن بود. بنابراین اینم همون عظمت بزرگی قرآن رو میفهمند. انزلناه یعنی فراوردیم که توسط جبرئیل علیه السلام شد. جبرئیل علیه السلام برای پیامبر صلی الله علیه و قرآن آورد. در کدام وقت؟ فی لیلة القدر، در شب قدر. یعنی که اینجا الله تعالی لیلة القدر گفته شده است و یک جای با همین گفتن همین کلمه این شب را خدای تعالی ثنا خونده شده است و برای نازل کننده آن که خودش است ثنا گفته شده است، برای آن که این قرآن را فراورده شده است، یعنی که قرآن ثنا گفته شده است، برای فراورنده نیست که جبرائیل است ثنا گفته شده است، برای اون شخصی که برای فراورده ایستاده است آن را نیز ثنا گفته شده است و هم زمانی که این قرآن فراموده شده است آن را نیز ثنا گفته شده است. یعنی که فی لیلة القدر همین قدر که تفسیر رو در زیر خود دارد. ثنا به خود الله، ثنا به خود جبرائیل که این را از امر الله فراورد، ثنا به پیامبری که اون را تلقی میکند از جبرائیل و ثنا به خود قرآن که کتاب الهی هست، کتاب بزرگ است و ثنا به زمانی که این کتاب نازل شد. چرا نامش را قدر گذاشتند این شب رو؟ چون که قدرش خیلی بزرگ است. یکم است. دومش گفتن که برای اینکه در این شب تقدیر و اجل یک ساله انسان ها
نوشته میشود یا اینکه فراورده میشود. که این رو ما از آیات دیگری از سوره قرآن میفهمیم که اینجا الله تعالی میگه که فیها یفرق کل امر حکیم، در این شب با برکت همه کاری متعلق به روزی بنده ها، به حیات بنده ها، به مرگ بنده ها، به دیگر کارهایی که در دوام این سال تا سال آینده خواهد شد در این شب فیصله خواهد شد. بنابراین یعنی که سبب قدر نامیده شده است که شبی که در آن تقدیر یک ساله عالم که فیصله کرده بشه. خب معنای نزول قرآن در شب قدر با وجود اون که قرآن در دوام 23 سال نازل شده است، برای چی باز اینجا تاکید کرد گفت که انا انزلناه فی لیلة القدر؟ معنای نازل کردن قرآن در این شب چیست؟ در شب قدر، در حالی که ما میدونیم که قرآن در دوام 23 سال نازل شده است. یکم تفسیر این است که قرآن یعنی که در لیلة القدر از لوح المحفوظ به آسمان دنیا فراورده شد. دوم معنیش این است که از آسمان دنیا با پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده شد. اینکه یکمین آیتی که نازل شد در همین شب نازل شد. یعنی که سوره اقرا، آیت اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک تا آخر آیه، یعنی در همین شب نازل شده است. خلاص دو تفسیر، یکم که از لوح المحفوظ با آسمان دنیا فرآمد، دوم که اولین آیتی قرآن یعنی که به پیامبر همین در همین شب یعنی که در شب قدر نازل شده است. و جمله انا انزلناه فی لیلة القدر یعنی که این جشنگیری هست از همین قرآن، جشنگیری از نزول قرآن که حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی گفتن که پیامبر همین شب اگر من درک کردم شب نزول قرآن را شب قدر را چیکار کنم، پیامبر گفتن که بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، خدای تو بخشنده هستی، عفو کردن رو دوست می‌داری و ما رو عفو کن. یعنی اشاره به این میکنه که بهترین کار در این شب این چی هست؟ تلاوت قرآن و عمل است و عمل کردن به قرآن است. ببین اینجا گفت که انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی که اینجا میخواد بیان کنه که این جشن است، جشن قرآن است، جشن رسالت است، جشن پیامبر شوی محمد صلی الله علیه و سلم است. و پیامبر هم در حدیثشون اشاره کردن که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، یعنی هر کی این شب رو زنده داشت با ایمان و طلب اجر از الله تعالی تمام گناههای کردهش بخشیده میشه. یعنی این شب شبی است که جشنی که قرآن شد، ما باید که با قرآن زنده کنیم شب را، قرآن خونیم، با قرآن عمل کنیم، نماز خونیم، دعا کنیم، استغفار کنیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، آیا درباره خیر و برکت و نیکی که در این شب از خبری داری؟ یعنی اینجا باز ما یک چیز رو احساس بکنیم که خداوند پیامبر رو خطاب دارد. و ما ادراک، آیا احساس داری، آیا معلومات داری درباره خیر و برکتی در این شب می شود؟ بعد گفت لیلة القدر خیر من الف شهر، و این شب بهتر از 1000 ماه. ببینید اینجا مکانت پیامبر رو که خداوند پیامبر خطاب کرده و ما ادراک گفت. و بسیاری از صحابه ها میگفتن که مثلا از جمله ابی بن کعب قسم میخورد که همین شب 27 است. حسن بصری میگفت که شب قدر شب 17 رمضان است. بعضی گفتن که شب 21 است، بعضی 23 گفتن، بعضی 25 گفتن، بعضی 29 گفتن. یعنی که بین علما بسیار که اختلافات زیاد است در این مسئله. خب علما گفتن که یکی از همین شب‌های تاقی دهه آخر است و شب قدر آیا فقط شب یک شب معین است همین 27 است یا 23 است؟ نه، بلکه شب 27 یک سال ممکن که 21 شود، یک سال دیگه 23 شود، یک سال دیگه 25 شود، یک سال دیگه 27 شود. خب ممکن است که شب عددی همون شب تغییر یابد بشه و در تمام عالم در یک شب خواهد شد. مثلا در همه جا وقتی شب 21 شد همین سال شب 21 است، شب 23 شد شب 23 هست. یعنی که در بعضی مناطق در شب 23 در بعضی دیگه 25 یا 27 این خیلی نمیشه، چون که در یک سال یک بار شب قدر بشه. خب خیر من الف شهر، بهتر از 1000 ماه است. 1000 ماه ببینید 83 سال و چند ماه است. یعنی ببینید عمر امت پیامبر خیلی خودشون گفتن 60 تا 70 است، لیکن ببینید عمری دراز از فرد از افراد امت محمد که برابر میشود. یعنی که یک شبی که ثواب عمل در اون عمل در اون مثل عمل در 83 سال عمل کردن است، که این خیلی در حقیقت بزرگی و برکت و خیر و احسان این شب رو برای ما نشون میده. یعنی که خداوند ثواب این شب رو برابر چی کرد؟ عمری یک انسان قرار داد. خب تنزل الملائکه، یعنی که فرشته ها پیام میفرستند، درهای آسمان گشاده بشود، فرشته ها میآیند در زمین گشت و گذار میکنند. اون حلقه هایی که اونجا ختم قرآن است، حلقه هایی که اونجا قرآن خوانی است، حلقه هایی که در اونجا ذکر است، یعنی همراه اونها میشن حضور پیدا میکنند. و الله تعالی گفت که و روح و جبریل، هم فرشته و هم روح. بعضی گفتن که این روح یعنی که تفسیرش این اشراف فرشته هستند،
غالبا میگن که روح این لقب حضرت جبرائیل علیه السلام است. خب خلاص میشه فرشته ها میآیند برکات رو برای اهل زمین نازل میکنند باذن ربهم، یعنی که امر، نهی، دستور، خب همش از اون الله تعالی است. دیگر هیچ کی مالک این چیز نیست جز الله تعالی. تقدیر انسان در دست الله تعالی است. میراندن، زنده کردن، روزی دادن، رزق دادن، همش مالی الله تعالی هست. بنابراین اینجا گفت که باذن ربهم، به اذن خدا، به اذن خدای آنها، پروردگار آنها، من کل امر، یعنی که همه دستورات الهی. سلام هی، یعنی سلام است این شب برای مردم، این رحمت هست، قبول اعمال ها هست، برکت هست. همین قدر کافی است که پیامبر موسی صلی الله علیه و سلم خیلی در حدیث گفتن من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که این شب با زنده برپا داشت، این شب با عبادت و با قرآن و با عمل با قرآن زنده داشت، گناهایی کردهش بخشیده میشود. همین قدر کافی است در بزرگی عظمت این شب. یعنی ما قرآن رو یقینا قرآن رو در شب با برکت نازل کردیم. میگه الله تعالی سلام، در اون شب سلامتی است حتی مطلع الفجر. ببین اینجا الله تعالی مدت این شب رو با ما بیان میکنه. میگه که از غروب آفتاب، یعنی که شب کی سر میشه؟ از غروب آفتاب سر میشه تا طلوع صبح. یعنی امروز اگر 23 باشد، مثلا 23 باشد قدر 23 رمضان باشد، معنیش اینه که امروز از غروب آفتاب سر میشه تا صبحی که از روز 24 سر میشه. یعنی مدتی و شب قدر همین است. هم کلمه لیل استفاده بردن گفتن که این یعنی که الله تعالی میخواد یعنی کوتاهی این وقت زمان کوتاهیش برای ما بیان کنه که چیزی با برکت همیشه چی میشد؟ کم میشد، با لذت میشد. بنابراین اینا کوتاهی این زمان رو استفاده برید. لیل یک شب است، یعنی که شب و روز نیست، یعنی که یک شبانه یک روز نیست، بلکه فقط تنها شبش است، تا اینکه بنده تلاش کنن، تا اینکه بنده در یعنی که این وقت رو غنیمت شمارن. و این انسان رو وادار میکنه که علاقه خاصی به این شب داشته باشد، تا اینکه عملهای خودش رو در این شب بسیارتر کند تا از برکت، نیکی و خوبی این چیز بسیارتر برای خود کسب کند، تا اینکه از خدای تعالی روزی نیکی پرسد، برای خودش روزی وسیع پرسد، حیات پرسد، زندگی پرسد، حیات خوشبختانه از الله تعالی برای خودش مسئلت کند. خب درباره این شب و علامات و صفات این شب خیلی کتابا نوشته شده است. علما خیلی در مثلا علما قرافی و مناوی و مثلا ابن العراقی و غیر از علما کتاب‌های خاصه نوشتن که علامتش چه خیلی میشه این شب، خصوصیاتش چه خیلی است که در جاش اونها بیان کردن. خلاصه به همین دوستای عزیز اکتفا میکنیم. خلاصه تفسیر چی است؟ قرآن در این شب، یعنی که در شب قدر، با پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. یکم بار گفتم سوره اقرا است، یا اینکه عموما از لوح المحفوظ به آسمان نازل شد. دیومش پیامبر الله تعالی خطاب کرد که آیا تو درباره خیر و برکت و نیکی که در این شب هست معلومات داری؟ یعنی تصورات داری که این چه خیلی شب است؟ سوم گفت که این شب نهایت شب با برکت است، شب گویم که خوبه هست که برابر هزار ماه است. ثواب عمل در این شب برابر با 1000 ماه است. بعد گفت که در این شب ملائک و روح، فرشته ها و روح، ما گفتیم روح جبرئیل علیه السلام، یا اینکه من اشراف فرشته ها است، کبار فرشته ها، بزرگای اکابر فرشته ها است. گفتن که در این شب کارهایی را انجام میدن که مربوط به روزی، مرگ، حیات، پیشروی کارها و همچنین اداره همین کون برای 1 سال آینده را فیصله اش را از طرف الله تعالی فرود می آورند. و در آخر گفت که و این شب با برکت شروع می شود از اولش، یعنی که از اولش هم تو گفتیم از غروب تا طلوع صبح، که سراپا پر از سلامتی و خیر و نیکی هست. از الله تعالی مسئله میکنیم که از جمله زنده دارندگان این شب قرار دهد و از جمله آنان قرار دهد که گناهاشون بخشیده شد و گناهان پدر و مادرشون و گذشتگانشون نیز بخشیده شده است، و از جمله آنهای قرار دهد که در 1 سال آینده همیشه با خوشی و خرسندی و خوشبختی حیات خود را دوام بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.